چالش 5 دقیقه یلدایی روز سوم. یک کاکای خوشمزه که پای ثابت سفره یلدای همه گیلانیاست و بافت و طعم بی‌نظیری داره. برای درست کردنش یه دونه تخم مرغ رو به همراه شکر کمی میزنیم تا رنگش روشن بشه. بهش ماست و پوره کدو حلوایی اضافه و مخلوط میکنیم. بعدش هم نوبت آرد برنج و آرد گندمه. قلق اصلی یک کاکای خوشمزه اینه که بعد از اینکه مواد کامل آماده شد باید 1 ساعت توی یخچال استراحت کنه. تو این فاصله 2-3 تا دونه هل رو به همراه دارچین و گلاب و کمی زعفرون با آب جوش کنار میذاریم تا دم بیاد. بعد از 1 ساعت که مواد رو از توی یخچال درآوردیم، مخلوط گلاب رو به همراه کشمش و گردو به موادمون اضافه میکنیم. مایه کاکا آماده است. حالا وقتشه که روی حرارت ملایم سرخش کنیم. این رسیپی که براتون گذاشتم بسیار دقیقه و مو لای درزش نمیره. امیدوارم که درستش کنید و لذت ببرید.